اسم من پارمیسه. مادرم رو سالها پیش از دست دادم و بابام به خاطر ناتوانی جسمی که داشت مجبور شد تا زودتر از موعد خودشو بازنشست کنه تا از فشارهایی که تحمل میکرد آسیب بیشتری نبینه. دانشجوی روانشناسی دانشگاه آزاد هستم و همکلاسیام توی دانشگاه این روحیه جنگنده که داشتم و تحسین میکردن. براشون جالب بود که برای خودم مثل یه شیرزن مستقل عمل میکنم و به اندازه چند تا مرد خودم دارم کار میکنم تا چرخ زندگی با همه سختیاش بچرخه. پدرم یه رزمنده با افتخار بود که کاملا مخلص و بدون چشم داشت داخل جبهه‌های جنگ خدمت کرده بود. با اینکه تاوان سنگینی داشت و به خاطر بمبای شیمیایی داخل جبهه جانباز اعصاب و روان شده بود، خیلی اوقات اگه مسئله ناراحت کننده پیش می اومد باید بلافاصله محل رو ترک می کردم. چون بابام به خاطر بیماریش انقدر اعصابش به هم میریخت که هرچی دم دستش بود و پرت می کرد. حتما باید تا زمانی که آروم می شد و به شرایط طبیعی خودش برمیگشت ازش فاصله می گرفتم. با همه اینا ولی بهش احترام می زاشتم و پیش چشمم کوچیک نمی شد تا بخوام رهاش کنم. علاوه بر اون یکی از مشکلات بابام که باهاش دست به گریبان بود بحث بیماری MS بود که دکتر اعصاب و روانش هشدار داده بود اگه کنترل نشه احتمالش از فلج بشه و کلا نتونه دست و پاشو تکون بده. چرخ زندگیمون با یه آب باریکه بازنشستگی میگذشت که اونم چون به خاطر پیشرفت کردن بیماری بابا 30 سال خدمتش کامل نشده بود براش حقوق کامل بازنشسته رو در نظر نگرفتن و مقدار زیادی ازش کم کردن. با این حساب شرایط به لحاظ مالی سخت شده بود و من رو به فکر انداخت تا در کنار تحصیل در دانشگاه یه شغل پاره وقتم انتخاب کنم. هرچند که بابا کاملا با همچین چیزی مخالف بود و اگه متوجه می شد حتما به شدت عصبانی می شد و منم چرا خاموش پیش رفتم تا میونمون شکراب نشه. از اونجایی که دانشگاه آزادم می رفتم و برای ترم جدید شهریه‌ها زیاد شده بودن. باید یه فکر اساسی می کردم و سر همینم با یکی از همکلاسی‌های دانشگاه به نام ساناز مشورت کردم. ساناز اصلاً دختر درسخونی نبود و در سابقه تحصیلی خودشم 2 ترم مشروطی داشت. اما چیزی که باعث شد باش ارتباطم رو حفظ کنم و کنارش نذارم بحث خانواده پولدارش بود که همینم خیال دوستم رو راحت کرده بود که اگه با درسم به جایی نرسه پشتوانه مالی خانواده‌اش هست. یکی از شرکت‌های بزرگ که خدمات خونه‌ها رو انجام میدادن زیر نظر آقای خسرو یعنی بابای ساناز اداره میشد. ساناز بهم گفت ببینم پارمیس تو چرا انقدر غریبی میکنی؟ مگه چند ترم رفیق نبودیم؟ من آدم قدرشناسی نیستم. هنوز که هنوزم به خاطر جزوه ها و تقلبایی که سر جلسه امتحان بهم دادی و خودتو توی خطر انداختی مدیونت هستم. با بابام صحبت کردم و قراره یکی از بهترین و پرطرفدارترین شغلای مجموعه ما رو به تو بدن. طوری که همه آرزو به دل بمونن که کاش جای تو بودن. قراره که پرستار آدمای بالا شهرنشین بشی که حتما اگه از کارت خوششون بیاد پاداش و انعام خوبی هم بهت میدن. از اون طرفم شرکت خدماتی ما وقتی ببینه که مشتری به تو نظر مثبتی داره حتما پایه حقوق تو بالا میبره. ذوق زده شده بودم و توی رویا پردازیام خودم و کسی تصور میکردم که توی کارش پیشرفت کرده و به هر چیزی که خواسته رسیده. اولین جلسه که ساناز منو معرفی کرد و به مصاحبه رفتم استرس خاصی داشتم، به خصوص که هیچ سابقه کاری هم نداشتم تا بخوام باهاش خودمو نشون بدم و کمک کنه تا روی من حساب باز کند. وضعیت اما کاملا با چیزی که فکرشون میکردم متفاوت پیش رفت. با اینکه در ابتدا ناامید کننده بود و حتی مصاحبه کننده تعجبش برده بود که من اصلا با چه اعتماد به نفسی اونجا آمدم، بعدم یه دونه از اون جمله‌های همیشگی حالا خبر میدیم تحویلم داد که از خیلی شنیده بودم که یه گزاره سرکاری است و فقط وقتی میخوان فضا بیش از حد دارک نشه اینطوری تمامش میکنن. به هر حال وقتی هیچ امیدی نداشتم و سرشکسته داشتم از دفتر خارج می شدم، یه آقایی که ظاهراً از کارکنای همونجا بود خیلی گرم و صمیمی با هم احوال پرسی کرد. بعدم از جزئیات جلسه مصاحبه که داشتم سوال کرد. وقتی متوجه شد که به جز یه جمله سرکاری چیزی دستم رو نگرفته خوشحال شد و بعدم رو در روی من گفت
خب خیالم راحت شد. پس خدا رو شکر که مسئله حل شده و همه چیز همون طوری که انتظار میرفت انجام شده. بعدم بدون اینکه لحظه‌ای بخواد صبر کنه تا باهاش صحبت کنم محلو ترک کرد. واقعا از شنیدن این حرفا تعجب کرده بودم. چون اصلاً مگه قرار نبود من با توصیه دوستم و آشناهای باباش مشغول به کار بشم؟ پس اصلاً چرا باید با همچین فضایی روبرو می شدم که توش هیچ خبری از استخدام نبود؟ انگار بازیچه‌ای دست شده بودم. با خودم اینطوری خیال کردم که حتما قسمت نبوده و میرم همون درس خوندن و ادامه میدم و بالاخره یه شغل پاره وقت دیگه پیدا میکنم. نزدیکای امتحانای میان ترم دانشگاه رسیده بود. سانازم طبق عادت همیشگیش با ناز عشق سراغم اومد تا با لحن خودش که صداش رم لوس کرده بود ازم جزوه بخواد. منم بدون اینکه بهش محل بذارم بی تفاوت از کنارش رد شدم و به خوبی بهش فهموندم که ازش ناراحتم و گله دارم. آخر سر انقدر دامنه قهر ما گسترده شد و بین بچه‌های همرشته‌مون دهن به دهن چرخید که چند نفرشون برای پادرمینی اومدن تا رشته پاره شده دوستیمون رو دوباره گره بزنن. با زور و هزار خواهش و التماس از طرف چند تا همکلاسی دانشجوی دختر راضی شدم تا تنهایی با ساناز صحبت کنم. اونم فقط سر این بود که نمیخواستم ارتباطم با بقیه بچه‌های کلاس به هم بخوره و دوران دانشجویی که هنوز مدت زیادی ازش مونده بود با دشمنی و کدورت بین من و کلاس بگذره. میخواستم مستقیم و چکشی به ساناز بگم که دیگه طرف من پیداش نشه و هر چیزی که بین ما بود دیگه تموم شده. اما قبل از اینکه اصلا بخوام کلامی از اون چیزایی که تو ذهنم بود رو بگم و خودم رو خالی کنم، ساناز محکم من رو بغل کرد و بعدم در همون حال در گوشم گفت خوشحال باش دختر، از فردا میتونی بری کارتو شروع کنی. فکر نمی کردم انقدر راحت آستانه تحمل تو از دست بدی و از کوره در بری. اون مصاحبه فقط یه جلسه همینجوری الکی بود تا یه سری تشریفات کار انجام شده باشه و دهن همکارا بسته بشه که تو همینطوری با توصیه اومدی. نمیدونستم چی باید بگم و شوکه شدم. بعدم همینطوری که توی شوک بودم ساناز توی کیفم دست کرد و جزوه‌مو به واحد تکثیر دانشگاه برد تا ازش کپی بگیره و برای امتحان بخونه. دقیقاً تو همون زمان امتحانا بابام به خاطر سرماخوردگی که از قبل گرفته بود سیستم ایمنیش پایین اومده بود. تمام بدنش پر از لکه‌های قرمز شد. انقدر شوکه شدم که انگار دست و پام به زمین چسبیده بودن و هیچ حرکتی نمیتونستم انجام بدم. تو اون لحظه فقط به ذهنم رسید تا با زنموم که زن مهربونی بود تماس بگیرم. وقتی با خونشون تماس گرفتم کسی جواب نداد. آخر سر از داخل دفترچه تلفن بابا شماره همراه عمو رو پیدا کردم. وقتی تماس گرفتم زن عمو برداشت. ظاهراً عمو برای مأموریتی که شرکت نفت بهش داده بود از کشور خارج شده بود. عمو درآمد دلاری داشت و با اینکه آدم بدی نبود ولی خب هر زمانی که می‌خواستی روی کمکش حساب کنی به خاطر اینکه همیشه خدا سرش شلوغ بود پیداش نمی‌کردی. زن عمو هم البته بیکار نبود و خودش داخل صفحه اینستاگرامش مشغول بود و کارهایی که محصول هنر دست خودش بودن و سفارشی میفروخت و مشتری ثابت داشت. از زن عمو خواستم تا سریع خودش رو به خونمون برسونه تا برای حال بابا یه فکر چاره‌ای کنیم. زن عمو هم که دست فرمون خوبی داشت سریع پشت دناپلاسشون نشست و خودش رو به ما رسوند. زن عمو ارتباط اجتماعی خوبی هم داشت و دامنه وسیع دوستانش هم خودش کمک بزرگی بود تا در شرایط ضروری به سراغ هر کدومشون که خواست بره و گیر کارش رو برطرف کنه. به پیشنهاد خودش قرار شد تا تصویری از این بیماری بابا برای یکی از دوستای دکترش بفرسته تا اونم تشخیص بده که چه کاری الان به صلاح هست. زن عمو از بدن بابا عکس گرفت و بعدش هم برای دوستش فرستاد. دکتر برای تشخیص بهتر نیاز به اطلاعاتی درباره پرونده پزشکی بابا داشت تا بتونه بر اساس سابقه بیماری و داروهایی که قبلا مصرف شده بود توصیه داشته باشه. در نهایت بعد حدود 1 ساعت پر استرس دکتر نظرش اعلام کرد و گفت با توجه به ضعف سیستم ایمنی بیمار و MS که داره هرچند که فعلا هنوز وارد مرحله حاد نشده. به نظرم به خاطر افت پلاکتش این لکه‌های قرمز روی پوست ظاهر شدن. از یکی از استادای قدیمیم که توی دانشگاه باهاش کلاس داشتم و بسیارم باسواد بود مشورت گرفتم. به نظرش این لکه‌های قرمز خیلی خطرناک بودن و اگه بیمار زیاد تکون بخوره حتی ممکنه اندامای داخلی بدنش هم آسیب ببینن که وضعیت رو خیلی پیچیده میکنه.
پس به نظرم کار عاقلانه‌ای که فعلا میتونین انجام بدین تماس با امدادگرهای اورژانسه تا خودشونو برسونن و قبل اینکه دیر بشه با احتیاط اقدامهای ایمنی لازم رو انجام بدن. همین کارم کردیم، اما چیزی که کارو پیچیده کرده بود بحث حالت عصبی بود که بابا پیدا کرده بود. وقتی من و زنمون تلاش میکردیم تا بابا رو ساکت و آروم سر جاش نگه داریم، بدتر مقاومت میکرد و حالت تهاجمی میگرفت. طوری شد که حتی انگار سر لجبازی این طرف و اون طرف حرکت میکرد و جون خودشو به خطر مینداخت. چند دقیقه نفسگیر باقی بود تا امدادگرا برسن و ما باید این مدت رو مقاومت میکردیم تا فاجعه جبران ناپذیری پیش نیاد. صورت بابا از شدت عصبانیت کاملا سرخ شده بود. یه گلدونی که دم دستش بود و به سمت من پرتاب کرد. وقتی این کارو کرد حواسم با آیفون خونه بود که کی بالاخره به صدا در میاد و وقتی نگاهمو سمت بابا چرخوندم گلدون محکم تو صورتم خورد. روی تکه‌های شکسته گلدون قرمز رنگ شده بودن. زنم هم که خیلی وحشت کرده بود سری زیر بغلمو گرفت و بلند کرد. وقتی به خودم اومدم و روبروی آینه قرار گرفتم با یه بینی آسیب دیده و ابروی شکافته روبرو شدم. 3 دقیقه بعد بالاخره آیفون به صدا در اومد و مامورای اورژانس خودشون رو رسوندن. بابا رو سوار آمبولانس کردیم. توی مسیر که بودیم با پیگیریایی که زنمو انجام داد یه دونه کمپرس سرد از امداد گرفتیم و روی بینی گذاشتم تا زمان رسیدن به بیمارستان فعلا یه پیشگیری انجام داده باشم. بابا رو خیلی یواش جابجا کردن و بعد معاینه همونطوری که دوست زنمو هم تشخیص داده بود افت پلاکت اتفاق افتاده بود و رفتن تا درمان لازم رو انجام بدن. منم که رد کبودی روی بینیم جا خوش کرده بود یه داروی ضد التهاب از یکی از پزشکای معالج گرفتم چون هنوز دردم ادامه دار بود. بازم با پیشنهاد هوشمندانه زنمو رفتیم عکس رادیولوژی بگیریم تا معلوم بشه که بینیم شکسته یا نه. با وجود اینکه خدا می‌کردم تا طوریم نباشه، اما همونطوری که از درد زیادم حد زده بودم ضربه گلدون بابا یه بینی شکسته روی دستم گذاشته بود که وقتی بهش دست می‌زدم صدای کلیک میداد. خودم که دوباره تو آینه نگاه کردم از انحراف بینی که پیدا کرده بودم خیلی به هم ریختم. از همین حالا داشتم به واکنش‌های همکلاسی‌های دانشگاه فکر می‌کردم که خودشون 1000 عمل زیبایی انجام داده بودن و حالا با این بینی شکسته و ابروی شکافته برام دست می‌گرفتن. به هر حال بابا باید فعلا توی بیمارستان بستری باقی می‌موند تا وضعیتش پایدار بشه. منم باید میرفتم به دانشگاه و کار پاره وقتم میرسیدم تا بلکه یه پولی در بیاد و بتونم به سر و وضعم برسم. زنمو با محبت و مردمداری که داشت قبول کرد تا وقتی بابا از بیمارستان مرخص شد و خواست به خونه بیاد توی نگهداری ازش کمک کنه. تا اون زمان که هنوز حدود 10 روز زمان باقی بود من سر کار رفتم. البته همون اول کارم تأثیر خودش رو توی تمرکز درس خوندن من نشون داد. و وقتی خسته و کوفته از سر کار برمیگشتم اصلاً حوصله این که بخوام برای میان ترم یا چیز دیگه مطالعه کنم رو نداشتم. به خصوص که پشت میز نشینم نبودم که حداقل بگم یه سری کار روتین رو با بگو بخن کردن با همکارام تونستم پیش ببرم. همش باید سرپایی خدمت میکردم و حواسم بود که نکنه یه وقت افراد مسنی که باشون سر و کار دارم اتفاقی براشون بیفته. روزای اول که داخل شرکت خدماتی بابای ساناز مشغول کار بودم خیلی جای ثابتی برای پرستاری کردن فرستاده نمی شدم. بیشتر هدف این بود که مثل یک کارآموز برم خونه‌های مختلف رو ببینم و مشکلاتی که افراد سالمن باش دست به گریبان هستن و از نزدیک ببینم. برای همینم کنار یکی از سرپرستارای با سابقه مجموعه دوره میگذروندم و اون بود که بهم میگفت چی کار کنم و چندین مورد سرم و سوزن زدن رو با هم تمرین کرد. اون ترم دانشگاه رو به خاطر نمره‌های پایین و غیبت‌های زیاد 100% مشروط می‌شدم. ساناز بهم پیشنهاد کرد که ترم رو حذف پزشکی کنم، اما من که دلیل قانع کننده‌ای برای این کار نداشتم و مدرکی هم دستم نبود تا به آموزش دانشگاه نشون بدم. ولی ساناز برای اینم چاره داشت. بهم گفت پارمیس، تو چرا انقدر از مرحله پرتی؟ انگار فراموش کردی که رفیقی مثل من داری که مثل کو پشتت هست. راحت میتونم به یکی از آشناهام بسپارم تا برات یه گواهی پزشکی جور کنه تا ببری آموزش و ترمو مثل آب خوردن برات حذف کنه. با توجه به این که دیدم بعضی وقتا وقتی میخوای تخته کلاس رو ببینی عینک میزنی، فکر میکنم عمل جراحی چشم یه بهونه خوبی باشه تا از شر این ترم خلاص بشی. خدا رو شکر با اینکه استرس زیادی کشیدم و داشتم اذیت میشدم تونستم با اون گواهی پزشکی تقلبی ترمو حذف کنم.
حالا دیگه تا شروع ترم بعدی یه مدت راحت بودم و میتونستم رو پیشرفت کارم تمرکز کنم تا خوب ازش پول در بیاد و به زخمه زندگیم از جمله شهریه دانشگاه بزنم. تازه کم کم به جایی رسیده بودم که علاقم به پرستاری کردن از افراد سالمند فراتر از روانشناسی رفته بود. اگه زمان انتخاب رشته کنکور تحت تاثیر سریال‌های معروف آمریکایی که داخلشون تراپیست بود قرار داشتم، حالا دیگه با این تجربه جدید داشتم به دنیای جدیدی قدم می‌ذاشتم. با انگیزه‌ای که از خودم نشون دادم، طولی نکشید که سرپرستار بهم اعتماد کرد و با دستی که روی شونم گذاشت لبخند غرورآفرینی بهم زد و گفت چقدر برات خوشحالم که زحمتام برات جواب داد. حالا دیگه میتونم با خیال راحت با مشکلات تنهات بذارم تا خودت رو اساسی محک بزنی. فقط حواست باشه که جون آدما رو نباید با غرور خودمون به خطر بندازیم. هر کجا که حس کردی واقعا نیاز داری تا بهت کمک بشه، دریغ نکن. حتما با هم مطرحش کن. شرکت وقتی یه نیرو وارد مرحله جدی خودش میشد، بهش بیشتر میدون میداد و یه سری لوکیشن‌های ثابت رو معرفی میکرد تا اونجا بریم خدمت کنیم. منو طرف قیطریه فرستادن. از طرف شرکتم بهم گفتن که یکی از بهترین گزینه‌هاشون رو در اختیار من قرار دادن. قبلا هم از سانات شنیده بودم که اگه بتونم خودم رو به چند تا از این بالا شهریا وصل کنم، حتما نون خوبی ازش در میاد. وقتی مسیری که ردیاب میگفت رو دنبال کردم، به یکی از مجتمع‌های نوساز منطقه‌ای که تهران رسیدم. مجتمع گرون قیمت با یک ویو ابدی بود که یه لابی شیک همراه لابی من داشت. وقتی روی صندلی نشسته بودم و محو این تجملات شده بودم، ناگهان صدای لابی منو به خودم آورد. ازم خواست تا با آسانسور به طبقه سوم برم. وقتی به طبقه سوم رسیدم، زنگ واحد مورد نظر رو زدم و یه خانم با موی بلند و شلوار گشاد در رو باز کرد. خیلی راحت با هم حرف میزد و حتی نذاشت کفشامو دم در بذارم. گفت با همونو داخل بیام. یه واحد حدوداً 150 متری با 3 اتاق خواب شیک. محل کار جدید من بود. خانم بلوندم خودشو معرفی کرد و گفت من ستاره هستم پارمیس جان. باید به بابا رسیدگی کنی و حواست باشه که آلزایمرم داره و ممکنه مدام یادش بره که تو برای چی به اینجا اومدی. اما جایی نگرانی نیست. یکم که بگذره دستت میاد که اینجا چطوری پیش بری. کمتر توی کارت گره میافته. داروهای بابا رو سر وقت بهش بده. نسخه پزشکیش هم روی پیشخوان آشپزخونه است که حتما باید چک کنی. در ضمن حتما باید در نظر بگیری که بابا اگه طولانی مدت روی مبل جلوی تلویزیون بمونه، افسردگیش حاد میشه و این هم تأثیر خیلی منفی روی بیماریهای زمینه‌ایش مثل فشار بالا میذاره. پس حتما باید برای هواخوری به بیرون ببریش تا حال هواش عوض شه. قبلا تو قسمت شمالی ساکن بودیم که هواش خیلی آلوده بود. منطقه‌ام توی طرح ترافیک بود. حالا اومدیم اینجا تا دیگه به امید خدا با هوای خوبی که داره نفسی تازه کنه و بیماریش بدتر نشه. پس حواستو خوب جمع کن که همه چیز سر جاش باشه. در ضمن انامتم پیش من محفوظه. توضیحات ستاره تموم شد و حالا من مونده بودم و پدرش فرخ نگاههای عجیبی بهم میکرد و نمیدونم چرا یه جور حالت آشناپنداری داشتم که انگار قبلا همدیگر رو جای دیگه دیدیم. قرصای پیرمرد و سر وقت بهش دادم. کمکش کردم تا از جلوی تلویزیون بلند شه. چند بار سر و ته خونه رو راه بره تا عضلاش خشک نشن. همینطوری که چشمم توی خونه میچرخید، چشمم به یه قاب عکس با این نوشته که زیرش بود افتاد. یه تصویر قدیمی خانوادگی 2 نفره بود. از جوونی فرخ و خانم زیبا و دلربایی که کنارش وایساده بود. در نوشته زیر تصویر اومده بود به یاد عشقم که ناجوان مردانه در فصل خزان ترکم کرد و گفت راه ما از هم جداست. تحت تاثیر قرار گرفته بودم و نمیدونستم فرخ طلاق گرفته. فکر کردم احتمالاً ستارم دختر طلاقه و حتما به اونم سختی زیادی گذشته. فقط برام عجیب بود که چرا جایی از خونه تصویری از ستاره نبود. چرا که از سلیقه فرخ فهمیده بودم که علاقه زیادی به جمع کردن تصاویر خانوادگی داره. نمیدونم چرا فضولیم بیش از حد گل کرد و از ستارم درباره این موضوع سوال کردم. شاید چون دیده بودم این دختر بیش از حد راحت صحبت میکنه و با هم دل آشناست. به خودم این اجازه رو دادم. البته که اونم بد اخلاقی نکرد و جوابمو داد. ظاهرا ستاره یه بچه پرورشگاهی بوده و اصلا دلیل اصلی جدایی فرخ همسرش هم مشکل فرخ بوده که نمیتونسته از زنی صاحب فرزند بشه. وقتی اینو شنیدم واقعا تعجب کردم، چون اصلا نشون نمیداد که این پدر و دختر از یه رگ و ریشه نباشن. کمی بعد بابام از بیمارستان مرخص شد
و هر چیزی که ته حسابمون مونده بودم برای همین مدتی که بستری بود ازمون گرفتن. انتخاب واحد ترم بعد دانشگاه مهلتش رسیده بود. با اینکه اصلاً حوصله‌شو نداشتم، واحد گرفتم تا زودتر این 2 ترم باقی مونده‌رم پاس کنم و زودتر به علاقه جدیدم برسم که همون پرستاری باشه. و توی فکر بودم تا حدی شاید دوباره کنکور بدم و این بار به جای انسانی سمت تجربی برم. به مرور رابطه عاطفی و دوستانه‌ایم بین من و ستاره شکل گرفت که خب اولش خیلی کمک کننده بود، چون بالاخره باید یه تعادلی بین زندگی کاری و شخصیم برقرار می‌کردم که این لازمش ارتباط اجتماعی خوب بود. اولا که همه روزای هفته رو نمیتونستم سر کار برم و از فروخ مراقبت کنم. حتما نیاز بود تا یه فرصت بینش داشته باشم به بابام و دانشگاه برسم. ستاره البته با شنیدن این موضوع کمی گارد گرفت، چون به نظرش من انگار سعی داشتم از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنم. اما به هر حال راضیش کردم و اونم بالاخره توی عالم رفاقت باام راه اومد. چیزی که از برگشتن به دانشگاه و شروع ترم جدید منو میترسوند، مواجه شدن همکلاسیان با چهره جدیدم بود. برای همینم از ساناز که بالاخره بالا شهرنشین بود و حس کردم بالاخره چند تا دکتر کاربلد میشناسه، سوال کردم تا یه مورد خوب بهم معرفی کنه. بدون فوت وقت و قبل از شروع ترم جدید پیش دکتر رفتم. با توجه به شکستگی بینیم یه عمل جراحی پیش رو داشتم. برای پرداخت هزینه‌اش دچار مشکل بودم و بازم از ساناز درخواست کردم تا پولمو زودتر بده، بلکه بتونم عمل کنم و آبرومو پیش دانشجوها حفظ کنم. دکتر برای جلسه اول یه معاینه تقریبا سرسری کرد و برای نوبت بعدی بهم وقت جراحی داد. وقتی انحراف بینیمو تونستم یه سامونی بدم به دانشگاه رفتم. اتفاق عجیبی که همون اول باش روبرو شدم انصراف دادن ساناز از تحصیل بود که ترجیح دادم فعلا دربارش نپرسم، چون خودشم با اینکه مدتی گذشته بود حرفی به من نزده بود. ترم جدید برای یکی از درس‌های سنگینمون استاد اعلام کرد که امتحان نمیگیره و به جاش پروژه رو جایگزین کرده. برای انجام دادن پروژه هم که یک کار روانشناسی تخصصی عمیق بود، هر کدوم از ماها یه همگوری برای خودمون انتخاب می‌کردیم. اگه ساناز بود که حتما بدون یه لحظه فکر کردن با هم دیگه همگوری می‌شدیم، اما خب تقدیر جور دیگه‌ای رقم خورده بود. بقیه دانشجوها با دوستای سابقشون همگروه شدن و فقط من و یکی از بچه‌های کلاس به اسم امیر باقی موندیم و بدون اینکه اصلاً کلامی بخوایم صحبت کنیم، سریع از طرف استاد با همدیگه همگروه اعلام شدیم. امیر یکی از آدمایی بود که حرفای خوبی پشت سرش نبود. مثلا تا چندین وقت پخش شده بود که 2 از دخترای دانشکده دیگر رو صیغه کرده و بعد مدتی هم وقتی ازشون پول گرفته به حال خودشون رهاشون کرده. تحمل نگاه سنگین و تهمت‌آمیز دانشجوی کلاس برام مشکل بود، چون مزخرف گوییشون به گوشم میرسید که میگفتن حتما این دخترم سر و سری با امیر داره و همه پروژه و این داستانا هم بهونه است. فکر کردم احتمالش هست که تا آخر دوران تحصیل به جای روانشناس روانی بشم که باش مشاوره‌ام حالش خوب نمیشه. پس چون متاسفانه نمیتونستم نسبت به حرف مردم بی توجه باشم، با استاد صحبت کردم تا اگه امکانش هست پروژه رو تنهایی انجام بدم، که قبول نکرد و گفت حجم کار سنگینه و شرایطم باید برای همه یکسان باشه. برای همینم روی کار گروهی تاکید شده. امیر از همون روزی که هم گروه شده بودیم شروع کرد داخل پیوی تلگرام من پیام دادن و هی پیگیر شدن که کی کار مشترکمون رو شروع کنیم تا دیر نشه و کلاً از این جنس حرفا. حالا هر کی نمیدونست من که خبر داشتم این پسر حتی ترم قبل مشروط شده بود و اگه علاقه‌ای به درس داشت از سابقه تحصیلیش مشخص بود. ترم جدیدم که داشتیم سپری می‌کردیم معجزه‌ای درباره سطح درسیش ایجاد نشده بود. کلاً آش دهنسوزی به حساب نمی‌اومد. فعلا با فشار زندگی اعصاب رمزگشایی اضافه در مورد این رفتارا رو نداشتم. MS بابام پیشرفت کرده بود و هرچند برای دکترش بازم از ستاره راهنمایی گرفتم و به دکتر اعصاب روان خوب بردمش. اما این فقط استارت اولیه جریان بود و هزینه سرسام‌آور داروها مجبورم کرد تا پیش بابای ستاره اضافه کاری وایسم. حالا دیگه بیشتر گردش و هواخوری می‌بردمش و تمام مدت روی ویلچر نگاه عجیبی بهم می‌کرد. ستاره هم که از رسیدگی‌های من رضایت داشت. یه روز منو در آغوش گرفت و با نگاه محبت‌آمیزی گفت برات دستمزد اضافه در نظر گرفتم تا دیگه برای خرید داروهای بابات نگرانی نداشته باشی و خیالت راحت باشه.
در ضمن میخوام رو حساب رفاقتی که بینمون شکل گرفته و علاقه‌ای که به شخصیتت پیدا کردم، گردنبندی که بابا قبل آلزایمر گرفتنش برام خریده بود و مدت‌ها استفادهش نکردم و به عنوان کادو بهت بدم. این یه جور پیوند مشترک بین قلب ما دوتاست که قرار ما رو نسبت به قبل صمیمی‌تر کنه و البته انگیزه تو رو برای رسیدگی به بابا بیشتر از قبل کنه. وقتی گردنبند رو از دست ستاره گرفتم، یه جور حس مسئولیت پذیری نسبت به قبل درون خودم حس کردم. از روز بعدش یه سری رسیدگی جدید رو نسبت به فرخ شروع کردم. براش شاهنامه و حافظخوانی انجام میدادم و اونم فقط چشماشو میبست و با شنیدن بیتایی که سعی میکردم حماسی و با احساس بخونمشون تمام وجودش سرشار از حس میشد. این وسط دختر ناتنی فرخم از دور حواسش بود و از کارم رضایت خوبی داشت. فقط با اضافه کار ماه اول تونستم تمام داروهای MS بابا رو براش بخرم. حس قدرت و مفید بودن رو درون خودم حس می‌کردم. فکر می‌کردم حتما باید همین مسیر رو ادامه بدم. همینطوری که درگیر کار بودم، دیدم امیر با هم تماس گرفته ولی جوابش رو ندادم. نمیدونم شماره من از کجا گیر آورده بود. من هنوز از اون پیاماش داخل پیوی تلگرامم شاکی بودم که چرا اصلا باید با زور روزگار همچین آدمی رو تحمل کنم که به خاطرش هم انگای ناحق بهم بچسبه. امیر از اون جنس پسرایی بود که تا قبل از اینکه با جنس مخالف ارتباط بگیره کلی تلاش میکرد تا خودشو به هر نحوی که شده نزدیک کنه، ولی بعد چند وقت که به نیتهای ناپاک خودش میرسید با اونایی که روی روحشون جای خنجر باقی گذاشته بود مثل توفاله رفتار میکرد و طوری ولشون میکرد که انگار از اولم هیچ شناختی از اونا نداشته. این وضعیت من و همگروهیم کارو به جایی رسونده بود که داشتم پیشرفت همکلاسیام رو جلوی چشم خودم میدیدم. ولی سر اینکه از امیر نفرت داشتم و حتی یه قدم توی پروژه پیش نرفته بودم، داشت باعث میشد تا از خودمم نفرت پیدا کنم. استاد بهم سرکوف میزد و پیشرفت دانشجوهای دیگر رو پیش چشمم می آورد. همه اینام یه اهرم فشاری تو دست امیر میشد تا بعداً علیه من ازشون استفاده کنه. شاکی بودن همون روز استاد باعث شد تو امیر نامحسوس و کاملا یواشکی من از خونمون تا قیطریه که محل کارم بود تعقیب کنه. اون روز یه نگرانی توی چشمای فرخ پیر بود که هشدار یه بحران خطرناک میداد و منم ته دلم آشوب شده بود و مثل مرغ سرکنده بیقرار بودم. بعدنم در واکنش به این حجم از نگرانی یه دفعه انگشتم و روی دکمه کانال ماهواره برد و یه موزیک رقص شاد توی کل خونه زمزمه شد. پیرمرد ازم خواست تا صدا رو زیاد کنم. خودش هم همینطوری که زیر لب میخوند کم کم از روی کاناپه بلند شد و با یه دستکش که روی دسته کاناپه به عنوان تکیهگاه گذاشته بود تلاش میکرد تا تعادلش رو حفظ کنه و با باقی بدنش حرکات موزون انجام بده. تقریبا بعد حدود 1 ربع لابی من با واحد فرخ تماس گرفت که من گوشی رو برداشتم. ظاهراً مهمانی برای واحد اومده بود و خودش رو از آشناها معرفی کرده بود. نخواستم خودم رو در ماجرا دخالت بدم. گفتم اصلاً لابی من هر وقت که ستاره از سر کار برگشت با خودش صحبت کنه و هر کس که صلاح دونست رو به خونشون را بده. بعدم گوشی رو قطع کردم. از پنجره به بیرون نگاه کردم تا ببینم چه کسی از مجتمع خارج میشه. اولش دیدم یه نفر با کاپشن مشکی و کلاه هستش که اصلا برام قابل تشخیص نیست، ولی وقتی نیمروخش رو دیدم فهمیدم که امیره و منو تا دم محل کارم تعقیب کرده. فکر کردم اون روزو بیشتر سر کار بمونم و بالاخره یه جوابی هم برای بابام پیدا میکنم تا به خاطر تأخیرم عصبانی نشه. اما چیزی که فعلا در لحظه اهمیت داشت این بود که شر این پسر مزاحم کم بشه و فعلا دستش بهم نرسه. بیشترین روزی که سر کار نگهداری از فرخ پیر وایستاده بودم همون روز شوم بود. در واقع بیشترین ساعت کاری با کمترین بازدهی رو داشتم و فقط تظاهر به این میکردم که مثلا دارم به درد میخورم. حتی ستارم از سر کار برگشت و با دیدن من تعجب کرد. با یه حالت نسبتاً پرخاشگرانه گفت تو هنوز اینجایی دختر؟ بابای بیمار رو رها کردی و اینجا وایستادی؟ اگه تا 5 دقیقه دیگه اینجا رو ترک نکنی اخراجت میکنم. همینی که گفتم و اصلاً نمیخوام حتی یه کلمه اضافه رو حرفم بزنی.
منم به ناچار برای اینکه ارتباطمون خراب نشه و توی مسیر شغلیم به بنبست نخورم، برخلاف میل باطنی منزل فرخ و ستاره رو ترک کردم. از لابی که خارج شدم خیلی با احتیاط داشتم اطرافمو نگاه می‌کردم تا یه وقت کسی مزاحمم نشه. وقتی تا حد زیادی خیالم راحت شد، سمت متروی قیطریه حرکت کردم. به ورودی مترو که رسیدم، امیر سمج سر و کله‌اش پیدا شد و گفت: انقدر از من دوری نکن پارمیز جان. من که میدونم تو ته دلت هیچی نیست و فقط به خاطر شایعاتی که در موردم هست داری دوری میکنی. اب نداره، ولی از اشتباه درت میارم تا زود متوجه بشی که از چه گوهر نابی داشتی دست میکشیدی. امیر چند تا تصویر از حضور خودش همراه تعدادی از محقق‌های مرکز تحقیقاتی روانشناسی بهم نشون داد. همونطور که حدس میزد، اصلا قبل اینکه بخوام چیزی به روش بیارم خودش گفت: حتما فکر میکنی این عکس‌ها فتوشاپ هستن، ولی ما واقعا یه گروه حرفه‌ای و با انگیزه هستیم که با پرسشنامه‌هایی که با هزار بدبختی به آدما میدیم پر کنن، داریم یه سری تحقیق در سطح کلاس جهانی انجام میدیم. پس اصلا دیگه اون دید قبلی که از من توی کلت بود و بذار کنار و با یه نگاه جدید با هم روبرو شو. اینا رو که شنیدم نفهمیدم که چطوری سوار موتورش شدم و خودم رو جلوی مرکز تحقیقاتی که میگفت دیدم. برخلاف تصورم جای درست حسابی بود و با اینکه هنوز توی اینترنت اسم و رسم خاصی نداشت، عوضش یه پیج اینستاگرام با فالوورای زیاد داشت. دلیلش هم این نبود که مردم به کارهای تحقیقاتی علاقه داشتن. در واقع به خاطر یه سری فعالیت‌های مشاوره‌ای بود که مدیران این پیج به فالووراشون ارائه میدادن. وقتی به این پیجم سر زدم، برخلاف تصورم دیدم انواع مشاوره‌های روانشناسی ارائه میشد و برای هماهنگ کردن وقت مشاوره فقط کافی بود تا به دایرکت مراجعه بشه. وضعیت خاص و عجیبی بود و پیشنهاد امیرم این بود تا ما خودمون با استفاده از شخصیت افرادی که داخل این پیج هستن و اطلاعاتی که ازشون به دست اومده پروژه‌مون رو پیش ببریم. به نظرم کار جذابی اومد و برای منی که علاقم به رشته‌ام به مرور داشت کمتر و کمتر میشد، یه همچین کاری لازم بود تا شاید بتونم یه جورایی دوباره انگیزه خودم رو بازیابی کنم. با یکی از ادمینای پیج تحقیقاتی که امیر توش کار میکرد صحبت کردم و قرار شد تا روزانه با ایدی من یه سری اطلاعاتی که به دست آورده بود و بفرسته. همین به این سر محل کارم توی قیطریه اتفاق خیلی عجیب افتاد که باعث شد تا تمام ادامه مسیرم تحت تاثیر قرار بگیره. آلزایمر فرخ به این مرحله پیشرفته رسید و حالا دیگه به من میگفت: مارال دختر عزیزم، از پیشم نرو، بدون تو نمیتونم دووم بیارم. از وقتی پیرمرد این روحیه رو پیدا کرده بود، دیگه تا میمدم حرفی بزنم و از اشتباه درش بیارم، سری زیر گریه میزد و خلاصه طوری بود که انگار نمیشد باش منطقی حرف زد و قانعش کرد. اما کنجکاوی امون من رو برید و فکر کردم شاید واقعا دختری به نام مارال باشه که من خبر ندارم. یواشکی به اتاق شخصی فرخ رفتم و آلبومای شخصیشو دقیق تر گشتم. دیدم پشت یکی از عکسای خانوادگی با رد آبلیمو یه جور حالت جوهر نامرئی درست شده. کارش حرفه‌ای نبود و من که قبلا دستی بر آتش داشتم دستشو خوندم و خیلی راحت وقتی پشت عکس رو به لامپ گرفتم متن نامرئی ظاهر شد. توی متن اومده بود که جای دخترم مارال خالیه که با دست فرمون من از ماشین به بیرون پرت شد و از دستش دادم. متنی که فرخ نوشته بود نشون دهنده ردی از عذاب وجدانی بود که روی دوش خودش حمل می‌کرد و فقط اونو با جوهر نامرئی در جایی از آلبوم خاطرات مخفی کرده بود. به نظرم میرسید که این حالتی که در آلزایمرش هم منو جای دخترش قرار داده بود یه جور واکنش روانی از نوع انکار بود که میخواست از بار گناهی که روی دوشش حس میکرد کم کنه. البته که این احتمال قطعی نبود و عواملی مثل کهولت سنش هم میتونستن باعث شده باشن که زوال عقل بگیره. مارال در واقع دختری بود که زن سابق فرخ از شوهر قبلیش حامله شده بود. همین که تو همین افکار بودم و توی ذهنم داشتم کالبد شکافی میکردم، یه دفعه به خودم اومدم و دیدم که ستاره خیلی نامحسوس پشت سرم ایستاده و چند تا چشم قره بدجور به من رفت. بعدم گفت: ببینم من بهت گردنبند عزیزی که رو تخم چشم نگه می‌داشتم و کادو دادم و به جای پرستار خونه باهات مثل خواهر خودم رفتار کردم.
تا از اخلاق من سوء استفاده کنی و دزدکی بیای داخل اتاق و خاطرات شخصی ما رو زیر و رو کنی. هر چیزی که میخوای به خودم بگو و اگه دفعه بعدی بخوای اینطوری سرخود عمل کنی حتما از اینجا بیرونت میکنم. چون لیاقت هر کسی نیست که بخواد توی بالا شهر پایتخت پرستاری بابای منو بکنه. اینم به عنوان نکته آخر بهت بگم که خودت باعث شدی تا درباره رفتارم با تو تجدید نظر کنم و از حالا به بعد باید پاتو به اندازه گلیمت دراز کنی. از برخورد بی‌ادبانه ستاره خیلی عصبانی شدم. حس کردم با یه لات بی سر و پا طرفم که فقط خودشو شیک کرده و ادکلون زنانه زده تا بوی گند رفتارش بیرون نزنه. خودمم میتونستم سلیطه بازی در بیارم و درسی بهش بدم که خوب توی خاطرش بمونه. ولی فعلا باید میموندم و کار میکردم. میتونستم از دوستم ساناز بپرسم تا برام جای جدید پیدا کنه تا برای پرستاری برم. ولی همون موقعم بهم گفته بود که گزینه‌های بالا شهریشون محدوده و پول خوب و انعامم از همینا در میاد. یکی از خوبیای کار کردن همین تلاش برای بالا بردن آستانه تحمل بود که داشتم سعی می‌کردم تا به هر درصدی که شده بهش برسم و ناکام نمونم. از اون روز به بعد بود که ستاره منتظر کوچکترین خطایی از من بود تا با هم برخورد کنه و تا حد ممکن تلاش می‌کردم تا بهونه دستش ندم. البته ناگفته نمونه که لبخند رضایت روی لب فرخم بیشتر سر این بود که منو اشتباه گرفته و توی خیال خودش هنوز همون مارالی بودم که از دست نرفته و هنوز داره به زندگیش ادامه میده. منم با اینکه دوست نداشتم کلک بزنم و فیلم بازی کنم، اما تلاش میکردم روی اشتباه پیرمرد مهر تایید بذارم تا کارمو از دست ندم و بتونم دهن ستاره رو ببندم. حدود 1 ماه گذشت و عملاً دیگه فرصت تحویل پروژه‌های دانشگاه داشت تموم میشد و منم فقط یه سری داده‌های پراکنده از صفحه اینستاگرامی که امیر معرفی کرده بود جمع کرده بودم که نمیدونستم باید باشون چی کار کنم. عجیبم این بود که خیلی از این اطلاعات بیش از حد خصوصی بودن و به اینکه بخوام به پروژه روانشناسی ما مربوط باشن نمیخوردن. اصلا اطلاعات زندگی خصوصی مردم به من چه ربطی داشت؟ از طرفی هم حوصله و وقت برای تحقیق بیشتر نداشتم و از امیر خواستم تا از همون صفحه خودشون چند تا آمارسازی انجام بده و طوری هم حرفه‌ای باشه که پیش استاد لو نریم و خراب نشیم. اما روز تحویل پروژه اتفاق هولناکی افتاد، چون که پیج اینستاگرامی به خاطر آمار ریپورت بالایی که روش انجام داده بودم بسته شد و یه ماجرای کلاهبرداری بزرگم پشت این داستان جمع‌آوری اطلاعات خصوصی مردم فاش شد. کلاهبرداری عجیب و غریبی که اصلا فکرش هم نمی‌کردم توش بیافتم و در واقع این همه مدت بازیچه بوده باشم. در واقع اصلا پایش مشاوره و روانشناسی وسط نبود و این پیج اطلاعات مردم رو به دست می آورد و بعد تهدیدشون میکرد که اگه باج ندن اونا رو افشا میکنن و آبروی صاحباشون رو میبرن. حالا من عملاً هم پروژه رو از دست داده بودم و هم از همکاری کوتاه مدت با همچین مجموعه‌ای از خودم متعجب شده بودم و از بازی‌های روزگار شوک موندم. نمیدونم چی شد که ناخودآگاه دستم سراغ گوشی رفت و با امیر تماس گرفتم و هرچی فوش بلد بودم بارش کردم. امیرم در کمال آرامش ادعا می‌کرد که اونم فریب خورده و بازیچه شده بوده. اون ترم با وضعیت پروژه و بقیه درسایی که داشتم امیدی به پاس شدن نبود و از طرفی هم انگیزه ادامه دادن نداشتم. پس فرم انصرافو پر کردم تا حداقل رفتنم از دانشگاه آبرومندانه جلوه کرده باشه و با پای خودم رفته باشم. علاوه بر اونم دوست نداشتم تا پولیو که به زحمت در میارم توی حلق دانشگاه آزاد بریزم. به هر حال از اون به بعد دیگه رسما بخش دانشگاه و تحصیلات آکادمیک از زندگی من حذف شده بود و برخلاف خیلیا که دانشگاه میرن و حداقل لیسانس رو میگیرن تا خیلی ضایع نباشه، من دور همونم خط کشیدم. حالا دیگه بین یه پدر مریض و یه پیرمردی که دروغین جای دخترش مارال جا افتاده بودم سرگردان بودم. پیرمرد رو به بوستان می بردم تا حال هواش عوض بشه و از اون برنامه‌های حافظ و شاهنامه خوانیم که پای ثابت شده بودن و وقتی نبود که بهشون نپردازم و فرخ رو بیش از پیش ذوق زده نکنم. همینطوری که هرچی زمان بیشتر میگذشت فرخ به من دلبسته تر میشد و گاهی حتی حس میکردم که انگار منو جای معشوقه خودش میدونه تا اینکه بخواد مارال از دست رفته‌شو توی ذهنش زنده کنه. تا اینکه بالاخره پیرمرد به سیم آخر زد و بی‌تعارف به من گفت عزیزم میخوام همین هفته به دفتر اسناد رسمی بریم و هرچی از دار و ندار دنیا دارم و به نامت بزنم تا خیالم راحت بشه که بعد من یه پشتوانه داری و میتونی راحت به زندگیت ادامه بدی.
اولش این حرفا رو جدی نگرفتم و گفتم حتما پیرمرد آلزایمرش عود کرده و به هزیونگویی افتاده. ولی فردا صبح اول وقت با سند یکی از زمینای نیاورانش جلوی من ایستاده بود و ازم میخواست با هم به دفترخونه بریم. منم واقعا راضی نبودم که بخوام همچین مالی رو قبول کنم و از شرایط پیرمرد به نفع خودم بهره برده باشم. ولی همه اینا برای ستاره که از دور ماجرا رو دنبال میکرد معنی دیگه ای داشت. اون در حقیقت اصلا به این کاری نداشت که حال خواسته درونی فرخ چیه و اطلاع نداشتم که پرورشگاهی بودن ستاره باعث شده تا اینقدر به لحاظ فکری و روحی با باباش فرق کنه یا نه. ولی به هر حال در اعماق چشماش به خوبی میشد حس کینه‌توزی و بغض نهفته رو دید که هر لحظه میتونست بیرون بزنه و آشوب بزرگی بپا کنه. ستاره فکر میکرد من با پیرمردی روی هم ریختم تا سهم اونو بالا بکشم و سر همینم وقتی فهمید ماجرای انتقال اموال پیرمرد به من جدی شده تمام سندهای رسمی رو قایم کرد. از بعد اون روز بازم ارتباط من و ستاره تیره تر شد و دیگه انعامای اضافه‌ای که قبلا بهم میداد و قطع کرد. اما تیر خلاص در یک روز پرفتنه وسط هفته اتفاق افتاد. یعنی وقتی که با یه دزدی مرموز روبرو شدم. شبانه یه دزد گردن کلوف که تمام هیکلش سیاه‌پوش بود به خونه فرخ اومد. با غمی وحشتناکی که دست داشت منو تهدید کرد که توی مهمونخونه روی کاناپه بمونم و اصلا تکون نخورم. بعدم شروع کرد به سرقت لوازم زینتی و ارزشمند. همینطوری مشت علنگو، انگشتر، گردنبند و هر چیزی از این سری که دستش میرسید و توی کیسه میریخت. دزدی هم بود که به نظرم میومد کاملا با خونه آشنا هست و انگار همه جا را از قبل نشون کرده. بعدم بدون فوت وقت سریع از مجتمع خارج شد. تا اومدم به خودم بیام و به این فکر کنم که اصلا باید به پلیس زنگ بزنم یا ستاره. خود ستاره جلوی من ظاهر شد و گفت میدونستم که مارت یا آستین پرورش دادم. چطوره که دزد هر چی زیورالات گردنبند بوده رو برده و فقط همین گردنبندی که گردنت هست و نگه داشته. تنها احتمال اینه که خودت هم با دزد همکاسه بودی و قرار از سفرش نون بخوری. حالا به پلیس زنگ میزنم و به عنوان مظنون اصلی سرقت خونه معرفیت میکنم. از الان به بعدم اخراجی و قرار نیست دیگه از اینجا دستمزدی نصیبت بشه. از شدت غافلگیری زبونم بند اومده بود و تو ذهنم به خودم میگفتم چت شده دختر؟ خب از خودت دفاع کن دیگه. چرا لالمونی گرفتی؟ این که گفت میخواد اخراجت کنه تا حالا از ترس اینکه شغل با درآمد خوب از دستت بره سکوت کرده بودی. ولی الان که دیگه نیازی نیست. آخر سر بعد کلی جدال فکری به این نتیجه رسیدم که بهتره یه تصمیم میانه بگیرم و اول جای پای خودم و جای دیگه محکم کنم، بعدم کاملا قوی و محکم تو روی ستاره وایستم. برای همینم بدون فوت وقت با دوستم ساناز که به واسطه اون و شرکت خدماتی باباش این شغل رو پیدا کرده بودم تماس گرفتم. مدت زیادی بود که ازش خبر نداشتم و اینقدر مشغلم زیاد بود که وقتی از دانشگاه انصراف داده بودم من پیگیر نشده بودم تا متوجه بشم که علت قضیه چی بوده و چرا اینقدر ناگهانی مسئله پیش اومده. هرچی که با ساناز تماس گرفتم فایده نداشت و کسی پاسخگو نبود. منم به شرکت خدماتیشون رفتم تا با باباش صحبت کنم. دم در دفتر یه پنل بزرگ نصب شده بود که 40 ساناز رو به بابا و خانواده‌اش تسلیت گفته بود. انقدر شوکه بودم که حتی به دهنم من به سختی میتونستم قورت بدم و کل حالم بغض‌آلود شد. همونجا روی لبه کنار جوب نشستم و سرمو توی دستم گرفتم. حس می‌کردم دنیا رو سرم خراب شده. حالا علاوه بر این که غم از دست دادن دوستو داشتم، وضعیت شغلی خودمم روی هوا می‌دیدم و اصلاً هیچ تصمیم قطعی رو نمیتونستم برای خودم بگیرم. احضاریه پلیس برام اومد و برای پاسخ دادن به چند تا سوال باید به کلانتری میرفتم تا به عنوان مظنون به قتل جوابگو باشم. حالم طوری بود که میخواستم به هر ریسمونی شده چنگ بندازم تا شاید بالاخره یکیش جواب بده و بتونم خودم رو از باطلاق نجات بدم. اولین کسی که به نظرم رسید تا سراغش برم و باهاش صحبت کنم بابای ساناز بود. البته اصلا فکر نمی‌کردم که انقدر از دستم شاکی باشه، چون به محض اینکه جلو رفتم تا حرف بزنم منو پس زد. بابای ساناز گفت شماها با اون پیج روانشناسی قلابیتون از دخترم اطلاعات گرفتین و بعدم همراه هکر بی‌وجدانی که استخدام کرده بودین کلی از عکسای خصوصیش رو دزدیدین تا بعد ازش باجگیری کنین. اونم انقدر روانش به هم ریخت که اول از همه دیگه نتونست درس و دانشگاه رو ادامه بده و هرچی تلاش کردن بهش روحیه بدن فایده نداشت و برای انصراف اقدام کرد. بعدم که باز شما بی‌وجدانا ولش نکردین و بازم تهدیدش کردین تا ازش پول تلکه کنین. همینم بانی شهر شد
تا دختر نازنینم خودشو از بالای پل پایین بندازه و با این خودکشی تا آخر عمر به جون من و مامانش آتیش بندازه. الانم نمیخوام هیچ حرفی ازت بشنوم، چون مطمئنم که بجز چند تا توجیه الکی و دروغایی که اصلا نمیتونم باور کنم چیزی نصیبم نمیشه. بعدم نمیخوام احمق فرضم کنی و خیلی راحت بریشم بخندی. تنها لطفی که میتونم بهت بکنم به خاطر اینکه فقط زمانی با دخترم نون و نمک خورده بودی اینه که دیگه طرف من پیدات نشه تا تحویل پلیست ندم. حرف زدن با بابای ساناز تو اون شرایط کاملا بیهوده و وقت تلف کنی محض بود. اون توی ذهنش چیزی رفته بود که فقط میخواست رو همون پافشاری کنه و اصلا حتی 1% هم حاضر نبود به خودش زحمت بده فکر کنه که شاید احتمال دیگه‌ای هم وجود داشته. البته شاید هم حق داشت، چون بالاخره غم مرگ فرزند چیز کوچیکی نیست که بشه به راحتی از کنارش گذشت. حتما انقدر احساسات با آدم غالب میشه که اصلا نمیتونه منطقی فکر کنه و نظر بده. به هر حال واقعیت این بود که منم بازی خورده بودم و ساناز قبل من توی تله افتاده بود و شاید تنها شانس من این بود که قبل لو رفتن عکس و فیلمی از من اون پیج کثیف بسته شد. و البته بعد شانسی که آورده بودم این بود که نمیدونستم چطوری میتونستم دامن خودم رو از این گناه که منم یکی مثل مدیرای اون پیج نبودم پاک کنم. و واقعا به جریان روزگار که فکر می‌کردم در کنار اشکی که از چشمم جاری می‌شد خندمم می‌گرفت که چطوری ساناز باید به خاطر پیج کثیف اخاذی از اطلاعات خصوصی مردم از دانشگاه انصراف بده تا من برای پروژه دانشگاه باهاش هم گروه نشم و بعد به اجبار با امیری توی گروه برم که منو آلوده اون پیج کثیف کنه. در اون بخش از زندگی فقط باید با تهمتایی که علی هم شکل گرفته بود مقابله می‌کردم و راه دیگه‌ای برام باقی نذاشته بودن. بعد گزینه بابای ساناز که منتفی شد، دست به دامن زنموی مهربونم شدم که در ماجرای بیمارستان بردن بابا به خاطر افت پلاکتش کلی کمک کرده بود و ما هم تونسته بودیم تا با هر سختی که بود بابام رو به زندگی برگردونیم. وقتی با زنمو تماس گرفتم اصلا جواب نمیداد. آخر سر یه تماس صوتی توی واتساپ باش گرفتم و فهمیدم اونم کارای پاسپورتش رو درست کرده و همراه عمو به اروپا رفته. هرچند که مأموریت‌های عمو موقتی بود و بالاخره برمیگشتن، ولی ظاهراً هنوز 1 ماه دیگه طول می‌کشید و این گزینه‌ام حذف شد. نمیدونم چرا گاهی اینطوری میشه که همزمان با بار شدن دنیا رو سرت دور و برت هم برهوت میشه و انگار همه آدم‌ها با هم تصمیم میگیرن تا ازت دور باشن. همینطور که در حیرانی به سر میبردم و داشتم خودخوری میکردم، یه خط ناشناس با هم تماس گرفت و با اینکه معمولاً اینجور تماسا رو رد میکردم و فقط به مخاطبای خودم پاسخگو بودم، استثنایی این مورد رو جواب دادم. یه صدای ضعیفی پشت خط میومد که نشون میداد انگار آنتن نمیده. و بعد که صدای بلندگوی مترو رو شنیدم علتشو فهمیدم، ولی از پشت خط صدا برام کاملا آشنا بود و برای همینم وقتی قطع شد خودم باهاش تماس گرفتم. در کمال تعجب فهمیدم که فرخه که با هم تماس گرفته و صداشم خیلی بهتر از زمانی شده بود که من داخل خونش کار میکردم. حس میکردم انگار معجزه اتفاق افتاده، ولی انگار همه اینا اتفاق خارق‌العاده‌ای بود که بخواد باعث حیرت و تعجب بشه و نه چیز دیگه. و همه چیز وقتی رو شد که فرخ سراغم اومد و ماجرا رو برام تعریف کرد. فرخ میگفت پارمیسا عزیزم، میدونم این چند وقت چقدر سختی کشیدی، ولی خیالت راحت باشه که دیگه تموم شد، چون من اینجامو نمیذارم اون ستاره بی وجدان هر بلایی خواست سرت بیاره. متاسفانه این دختر انقدر سرکش شده که حتی منم نمیتونم جلودارش باشم. برای همینم تنها راهی که میمونه اینه که برات یه وکیل خوب پیدا کنم و پرونده‌تو پیگیری کنم تا نتیجه بده. نگران هزینه‌هاشم نباش، چون خودم تمام حق الوکاله رو هر چقدرم که سنگین باشه پرداخت میکنم. تو به خاطر من توی مخمسه افتادی. حالا باید در حد توان تلاش کنم تا زحمتی که برات درست شده رو جبران کنم. حالا فعلا به همین حدی که گفتم بسنده میکنم و باقی حرفم باشه برای بعد، چون هنوزم یه صحبت خیلی مهم دارم. تقریبا نصف حواسم به چیزایی بود که فرخ میگفت و نصف دیگه به صدای برنا و سرحالش. از بعد زمانی که ستاره اخراجم کرده بود و دیگه درآمدی نداشتم، برای خریدن داروهای MS بابام دچار مشکل شدم. بابا مثل یه تیکه گوشت قربانی گوشه خونه افتاده بود و بیشتر اوقات فقط داد و بیداد میکرد. منم دست تنها و بی پول بودم. برای همینم از سر ناچاری و بیکس و کاری به فرخ رو زدم. فرخ هم اتفاقا کاملا استقبال کرد و کاملا گرم و صمیمی برخورد داشت. ته دلم خجالت میکشیدم بخوام ازش برای کاری که نکردم پول بگیرم، ولی از طرفی هم اگه بابامو از دست میدادم باید تا آخر عمر حسرت میخوردم و کوله باری از پشیمونی حمل میکردم.
فرخ که معذب و شرمنده بودنم و دید بهم گفت اصلا نیاز نیست خجالت بکشی پارمیس عزیزم. این پول مثل قرض و بعداً قراره بهم پس بدی. پس اصلا جای نگرانی نیست. هنوز زیاد با هم کار داریم. هنوز یه شبانه روز نگذشته بود که SMS واریز پول برام اومد و رقم هنگفتی هم بود. فعلا فقط میخواستم بابامو نجات بدم وگرنه میدونستم که برای برگردوندن این پول باید حالا کار کنم و عرق بریزم. رفتم داروها رو خریدم و یه نفس راحت کشیدم و تا حدی احساس عذاب وجدانم کم شد. فردای اون روزم از طرف دفتر وکالت با من تماس گرفتن و گفتن که حق الوکاله حساب شده و قراره توی پرونده‌ای که متهم هستم نجاتم بدن. اون روزی که برام احضاریه اومد و به کلانتری رفتم بهم گفتن از تهران خارج نشم. وکیلم که فامیلیش خانم مفاخری بود بهم قول داد که پرونده رو جمع میکنه و من 100% تبرئه میشم. جلسه اول دادگاه ستاره بیشتر سعی داشت شلوغ‌کاری کنه و جو دادگاه رو پرتنش کنه. ادله‌ش هم این بود که چرا دزدا اومدن همه زیورالاتو بردن و فقط گردنبند من به عنوان پرستار خونه رو گذاشتن بمونه. ستاره اول دلشو خوش کرده بود که فرخ میاد براش در این مورد شهادت بده، ولی خب خیال باطلی بود و پیرمرد هم به همچین کارایی نمیداد. در نهایت وکیلم با مطرح کردن سوالات جدید مثل اینکه خب دزدا حواسشون به اتاقا و گاف صندوقا بوده و چرا باید روی دختر که با فاصله ازشون ایستاده بوده تمرکز میکردن. تازه علاوه بر این باید این نکته مهم را هم در نظر داشت که دزدا عجله داشتن تا به سرعت منزل رو ترک کنن و هر لحظه میترسیدن که ممکن اتفاقی بیفته و نتونن به سلامت اموال مسروقه رو خارج کنن. خانم مفاخری با افتخار از هم دفاع کرد و نذاشت اتهامای بیپایه و اساس ستاره عقده‌ای تأثیر بر رأی قاضی پرونده بذاره. فقط یه جلسه دادگاه دیگه نیاز بود تا حکم نهایی صادر و پرونده هم بسته شه. این یه جلسه هم عملاً به خاطر این پیش بینی شده بود تا روی مدارک و مستندات بررسی بیشتری انجام و حکم عادلانه‌تری صادر بشه. در جلسه بعدی ستاره یه نیرنگ جدید رو کرده بود. این بار با یکی از اهالی ساختمون که روز سرقت در واحدش بوده توی دادگاه حضور پیدا کرد. البته اینم باز ادعایی بود که ستاره می‌کرد و باید می‌دیدیم قاضی چه نظری دربارش داره. شاید یه خانم حدوداً 30 ساله بود که من تا حالا هرگز توی ساختمون ندیده بودمش. با دستوری که از قبل داده شده بود، فیلم دوربینای مداربسته در اختیار دادگاه قرار گرفته بود و با بررسی دقیقشون این نتیجه به دست اومد که بین فیلم دوربینا و حرفای شاهد تناقض وجود داره. شاید مهمترینش هم به ساعتی بود که توی اون دزدی اتفاق افتاده بود برمیگشت. طبق ساعت دوربینا دزدا هفت شب که هوا تاریک شده بود به سرعت از راهپله پایین رفته بودن، اما خانم شاهد ادعا می‌کرد که وقتی هوا روشن بوده دزدا رو دیده. با این وجود این احتمال میرفت که شاید این خانم حضور ذهن نداشت که ساعت و اینا رو اشتباه گفته. برای همینم دادگاه به سراغ شاهد بی‌طرف‌تری مثل لابی مجتمع رفته بود. لابی من که یه مرد دقیق با حواس جمع بود. به محض اینکه شاهد دید کاملا جا خورد و از اونجایی که معمولا نمیتونست هیجانش رو کنترل کنه با شور و حرارت زیاد گفت خانم بهادری شما اینجا هستید؟ از وقتی از همسرتون جدا شدید و از ساختمون رفتید خیلی وقت بود شما رو ندیده بودم. همین جملات لابی من کافی بود تا پشت پرده توطئه‌ای کثیف ستاره رو بشه. شاهد خانمم کاملا دروغگو و با اینکه مدت‌ها بود در اون مجتمع زندگی نمی‌کرد، روی حساب دوستی که با ستاره داشت و طمعی که به خاطر پول شهادت دروغ پیدا کرده بود، پا به دادگاه گذاشته بود. دادگاه اون خانم رو به جرم شهادت دروغ محکوم کرد و البته حکمی هم علیه ستاره داد. منم خوشبختانه تبرئه شدم و بالاخره تونستم یه نفس راحت بکشم. توی دادگاه ستاره اعتراف کرد که خودش همه این بازی‌ها رو راه انداخته و چون می‌ترسیده تا باباش به خاطر آلزایمر بخواد چیزی رو به نام من بکنه این نقشه رو کشیده. از اینکه اوضاع میتونست خیلی از این بدتر بشه ولی نجات پیدا کرده بودم در پوست خودم نمی‌گنجیدم. برای همه این موقعیت‌ها خودم رو مدیون فرخ می‌دونستم. اگه فرخ نبود من هیچ پولی نداشتم تا باش وکیل بگیرم و خودم رو از دسیسه ستاره نجات بدم. اگرم زندان میافتادم کسی نبود به بابا رسیدگی کنه و 100% از دست میرفت. علاوه بر همه اینا یه حالت دلسوزی هم نسبت به فرخ حس کردم. گفتم چرا باید این پیرمرد 70 ساله با وجود قلب مهربونی که داره زنش ولش کرده باشه و رفته باشه. این سوالات ذهنی خودم و وقتی فرخ رو دیدم مطرح کردم. فرخ هم سفره دلشو باز کرد و از قدر نشناسی آدما گفت.
در ادامه چیزایی گفت که از تعجب شاخ درآوردم. اون میگفت اگه به نظر میومد آلزایمر دارم و میخوام از اموالم به تو بدم، باید بدونی که همش ظاهرسازی بود و داشتم اینطور نشون میدادم تا بالاخره ستاره ماهیت پرید خودشو نشون بده. بعد این همه سالی که ازش شناخت دارم، هر سال نسبت به قبل بیشتر از انسانیت فاصله گرفت. بچه دار نمیشدم و زنم برای اینکه نمیتونم ازش صاحب فرزند بشم ترکم کرد. به هیچ عنوانم راضی نبود که سرپرستی بچه دیگه‌ای رو قبول کنیم. به خصوص از بعد مرگ مارال. زنم اصرار داشت که حتما بچه‌ای از پوست و گوش خودش داشته باشه. وقتی تنها شدم، در و دیوار خونه لاکچری اما ساکتی که توش بودم، بیشتر و بیشتر مثل ارواح سرگردون منو به وحشت انداخت. بالاخره به فکر افتادم تا خودم بچه بیارم و زیر نظر خودم با تربیتی که فکر می‌کنم شایسته است بارش بیارم. روزی که از پرورشگاه آوردمش به امید این بودم تا بتونم تغییرش بدم و واقعا تبدیل به دختری بشه که مثل دختر واقعی خودم میتونم بهش عشق بدم و ازش عشق بگیرم. وقتی فهمیدم والدینش قاچاقچی مخدر بودن خیلی دلسرد شدم. درسته که اونا اعدام شدن، ولی بچه‌ای از نسل خودشون گذاشتن که فکر کردم اگه بهش انسانیت رو یاد بدم میتونم امیدوار باشم که یه شخصیت والا پیدا کنه. بعدش هم که از دنیا برم، با کارهای خیرش برام یه دعا و عاقبت به خیری به جا بمونه. اما از کودکی و نوجوانیش که مدام از جیبم پول میزد تا همین بزرگسالیش که از گاف صندوقم چند تا گردنبند عتیقه برداشت و فروخت، فهمیدم که اصلاح نمیشه. امیدوار بودم که گرگ زاده گرگ نشه، ولی متاسفانه نشد. با اومدن تو و ماجراهایی که این وسط اتفاق افتادن، باید اساسی ترین نقشم رو اجرا می‌کردم. به فکر افتادم تا خودم رو با آلزایمر بزنم. با حضور تو میتونستم حسادت ستاره رو تحریک کنم تا اونم اساسی ترین هیلش رو پیاده کنه. از اینجا به بعد بود که این دوئل واقعی شکل گرفت. به جدی ترین شکل ممکن. هر کسی پشت اون یکی رو به خاک میزد برنده بود. بقیه ماجرا هم که خودت وسطش بودی و در جریان هستی که چطور شد. هنوز عرق این ماجرا خشک نشده بود که موضوع شکایت چند تا شاکی داخل پرونده امیر و اون پیج کوفتی اینستاگرامی که از مردم اخاذی میکرد پیش اومد. این پرونده هنوزم ادامه داره و هر از شنگایی تا همین امروزم که شده باید برم براش پاسخگو باشم، چون مدام به شاکیاش اضافه میشه. البته چون مدرک قطعی علیه من ندارن، نتونستن حکم زندان برام ببرن. توی همین گیرودار بود که انقدر درگیر ماجراهای دادگاه و این حرفا شدم که انگار حواس پرتی گرفته بودم که باید بابامو برای غیبتام توجیه کنم. اما این بی‌ملاحظگی کار دستم داد. بابا سالها توی جبهه زحمت کشیده بود و میدونستم با وضعیتی که داشت و جانباز اعصابا روان شده بود، هر یه دونه دادی که سرم میکشید حتما ناخواسته بود و اون نگاه محبت آمیزش رو هنوزم میتونستم ببینم. عصبانیت این بارش تا حد زیادی متفاوت با دفعه‌های قبل بود. قبلا سریعا یه داستانی سرهم میکردم و سر هر ابهامی که براش پیش میومد طوری قضیه رو براش جا مینداختم که سریع آروم بشه و مثل آب رو آتیش عمل کنه. اما این بار انقدر به حال خودش رهاش کرده بودم. فکر و خیالی توی کلش زیاد شده بودن که مثل انبار باروت منفجر شد و تا اومدم کاری کنم تا تنش فضا بخوابه و آرامش دوباره برگرده، بابا از هوش رفت. سریع اورژانس رو خبر کردم و اونا 20 دقیقه بعد خودشونو رسوندن. بعد از 5 ساعت بابا با آیسیو منتقل شد و منم همزمان با این اتفاق تکان دهنده قلبم چند تکه شد. چشمام سیاهی رفتن. فردای اون روز شوم طرفای ساعت 4 صبح بابا با ایست قلبی تنفسی از دنیا رفت. اون روز تلخ‌ترین روز تمام زندگیم بود و غم سنگینی روی سینم حس می‌کردم که اصلاً با کلمات قابل توصیف نیست. حالا منم مثل فرخ تنها شده بودم. یه دانشجوی انصرافی روانشناسی که نه هنوز درسش رو یاد گرفته بود و نه توی پرستاری تونسته بود دستاوردی که می‌خواست رو به دست بیاره. یه شب بارونی که مثل موش آب کشیده شده بودم، یتیم و بی پشتوانه به خونه فرخ رفتم. وقتی فرخ درو باز کرد، با یه لبخند تلخ بهش گفتم: بچه یتیم به سرپرستی قبول نمی‌کنی؟ فرخ برای اولین بار منو تو آغوش گرفت و بعدم بوسه آهسته‌ای به صورتم زد. مثل کسی که عقلشو از دست داده باشه یا دنبال سریع‌ترین روشی باشه که آروم بشه، خودمو به فرخ سپردم و از شب تا صبح با هم ارتباط داشت. صبح که شد از آغوشش بیدار شدم و وقتی از تخت خواب پایین اومدم نمیتونستم درست را برم. تمام وجودم یه حس دوگانه داشت. از یه طرف میگفتم چرا باید با فرخ که این همه با من اختلاف سنی داره ارتباط داشته باشم، و از طرف دیگه هم تو ذهنم اومد که خب بالاخره وقتی انقدر غریب و بی‌پناه شدم به کجا میتونم برم؟
در ضمن با خودم کلنجار میرفتم تا بفهمم که فرخ واقعا منو دوست داره و بهم دل بسته است یا فقط وابسته شده تا نیاز خودشو برطرف کنه و به من اهمیتی نمیده. آیا این واقعا عشق بود یا پای ترحم و دلسوزی وسط بود؟ این سوالا داشتم مثل خوره مغزمو میخوردن و از درون متلاشیم میکردن. اما به نظرم تو هر ارتباطی باید اول از همه صداقت رعایت بشه و طرفین با هم رو راست باشن تا بتونن مشکلات بین خودشون رو حل کنن. وقتی ابهام‌های ذهنیم رو به فرخ گفتم، بهم جواب داد تو فقط یه مقداری زمان می‌خوای تا با خودت کنار بیای پارمیس. به حریمت احترام میذارم و فعلا فقط در قامت 2 دوست با هم در حد کلامی ارتباط داریم، اما مطمئنم لیاقت روزای خوبی رو داریم چون مسیر سختی و پشت سر گذاشتیم. حرفای فرخ برام دلگرم کننده بود و با اینکه واقعا نمیدونستم چی پیش میاد ولی عجیب امیدوار بودم.